یو گایز چطوری؟ من بس خوش اومدین به یه ویدیو خفن. کانال خودتون یاشار میشی. من یاشار میشی هستم. قرار توی این ویدیو خفن با هم دیگه بریم ببینیم چه جوری میشه سی پی رایگان کال آف دیوتی موبایل گرفت. پس بدون این شما دلیل لایک و کامنت رو دنبال کردن فراموش نشه. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا، شما هر وقت یه اکانت جدید میسازید میتونید توی قسمت آفرها یه همچین چیزی مشاهده کنید. وقتی واردش میشین میبینی که یه چیزی مثل گردونه است که توش یکی از آیتماش 20 تا سی پی، یکی از آیتماش 40 تا سی پی. حالا این پایین سمت راست روی گزینه گت مور اگه بزنین وارد ماموریت شما رو میکنه و توی ماموریت ها اگه ماموریتش انجام بدین یه سری امتیاز به شما میده که با استفاده از اون میتونین این گردونه رو بچرخونین. توی گردونه یه دونه 20 تا سی پی، یه دونه 40 تا سی پی و یه سری آیتم دیگه هم توش هست که ما فقط این سی پی شو میخوایم. خب آقا، بریم سراغ یه آموزش کامل تر. تا اینجاشو که هممون با هم دیدیم. این یه اکانت دیگه همه که این هم تازه ساختم. آقا توی قسمت ماموریت ها مثلا یه سری ماموریت هاش هست، بزنی روی گو خودشون شما رو میبره به اون جا و اون کاری که باید انجام بدین. به راحتی میتونین ماموریت ها رو انجام بدین. اگه هم نتونستین معنیشون کنین توی گوگل ترنسلیت میتونین بزنین و ویدیو یا حالا متنتون هر چی که دارین رو میتونین توی گوگل ترنسلیت معنی کنید. آقا اینجا ما الان داریم ماموریتاش انجام میدیم که بهمون از اون امتیازا بده و باش بتونیم گردونه رو بچرخونیم. الان خودم بهتون نشون میدم که بهمون سی پی رو میده و اون سی پی به کاد پوینت هامون اضافه میشه. آقا اینا هم با هم بگیریم امتیازاشو. یه ماموریت دیگه هم که انجام ندیم اینا هم انجام بدیم تموم شه بره. بریم امتیازامون رو دریافت بکنیم و باش گردونه رو بچرخونیم ببینیم میتونه هم 20 تا رو بهمون بده هم 40 تا رو. اگه بتونین هم 20 تا هم 40 تا سی پی رو از توی گردونه در بیارین که واقعا عالیه و روی هم میشه 60 تا سی پی. خب یه بار دیگه بچرخونیم بهمون نداد سی پی رو. برای بار بعدی بله 20 تا سی پی رو بهمون داد، می‌بینی که به کاد پوینت همون هم اضافه شد. بریم. نه مثل این که دیگه نمیخواد بده. ببینیم میده توی اسمین آخری اون 40 تا سی پی یا نه، که نه نداد. خب این یه اکانت دیگه است که تازه ساختیم. بریم روی اینم شانسمون رو امتحان کنیم ببینیم میده 60 تا سی پی رو بهمون یا نه. بله 20 تا سی پی رو گرفتیم. بریم برای اسپین بعدی و نه نمون نداد متاسفانه. همونطور که بهتون گفتم اگه بتونین هم 20 تا سی پی هم 40 تا سی پی رو در بیارین عالی میشه. نداد بازم به اون 40 تا سی پی و اسپین بعدی بازم 40 تا سی پی رو نداد و اسپین آخرم نداد به اون 40 تا سی پی رو. خب روی این یکی اکانت تست کنیم که اکانت آخرم هستش. خدا کنه بهمون بده 60 تا سی پی رو. اگه بده عالی میشه. بله 20 تا سی پی رو بهمون داد. بزنیم ببینیم بهمون میده 40 تا سی پی رو یا نه متاسفانه بهمون نداد 40 تا سی پی رو. اسپین بعدی بله بالاخره تونستیم 40 تا سی پی رو در بیاریم و در مجموع 60 تا سی پی تونستیم از این گردونه در بیاریم توی این اکانت. اسپین آخرش که بهمون 2 تا از این کارتا داد.